لیک خسته نباشین. خوب هستیم. A12 A125F باینری 6 انالوگ ما روت کنیم. خب برای ترمیم سریال اول باید روت شه. اولین فایل که برای روتی بدون DFT پرو ساخته از طرف ما بوده، یعنی در کل جهان اولین فایل که از طرف ما پخش میشه، اولین فایل در جهان. ادعا کردن که اولین فایل روتر ما ساخته. من نگاه کنم روتی را باز برای شما نشون میدیم. همین قطعه میارم که وقت خیلی. شرط اول اینه که گوشی از اول تا آخر پروسه وایفا داشته باشه. این شرط اول شد، چون کسی شاگردان مشغولن، خود من فیلم میگیرم. شرط دومم بوتلودر آنلاک باشه. بوتلودر آنلاک باشه. شرط دوم اینه که از داخل آنلاک تول میتونیم بوتلودری آنلاک کنیم. من از این مسیر میتونیم بوتلودری آنلاک کنیم یا خود کلیدا. شرط سوم او ایم آنلاکینگ از داخل ستینگز روشن کنه. خب البته همی اول او ایم آنلاکینگ روشن میکنم. باز اگر خود آنلاک تول بوتلودر آنلاک کنه مشکل نیه. باز USB دیباگینگ هم روشن میکنه. نوبت شد به چی؟ نوبت شد به فایلم داخل کانال تلگرام ما هست، اما پسورد داره، چون ما یک سالی زحمت کشیدیم جور کردیم، با پسورد میفروشیم. خب این دانلود میشه. بعدا ته بخش آنلاک تول میم به هر تولز میشه، مشکل نیه. ته میدیاتک میای، بعد از ته میدیاتک ته اسکاتر، بعد فایل ما را رو صفحه انتخاب میکنیم. 125F و خدم آنلاک تول باینری 6 میزنم روی. بعدن ایسته گزینه اینجا میآید، دست پوینت خور میگیریم، به این گزینه فلاشر میزنیم. بیا که کامیر بگیر، بیا. حالا دست که دست پوینت بگیر خوش که فیلم برداری میشه. بگیر دیگه یه پیام دوباره دادم، میای انشالله میای. فقط چند دقیقه دیگه انشالله شدن که میشه. بفهمیده پیام کدی بیام. نه کد دومی نماده. وریفای داریم، خود کد خالص داریم، وریفای بیامده. فقط انشالله شدن 1000% میشه. دل جمع شدن 1000% میشه. دسپوینت پیش بیار. از اینجا بگیری گزینه رو بیار. جاموس بگیر پیش بیار. این گزینه فلاشر میزنه. گزینه فلاش اوکی دادم. خب بگیر دسپوینت پیش بیار. اگه تو فیلم برداری خراب بکنی نمیشه. بگیر اونجا. آنه اوکی داد، درسته؟ اوکی داد. بعد میایم رو گوشی دو تا خط و بیا ودمتای اینا رو دست نمیزنیم. خب بعدا کابل رو جدا میکنیم، اینجا میگذاریم. بعدا بست بطری خطا میدیم، دوباره بستر جا میزنیم، دوباره گوشی روشن میکنیم. بگیم
و گوشی که روشن کردم 2 بار خدابی میفته. یک بار اول افتاد خدا ازی 2 بار میشه 3 بار. 2 بار خدابی میفته. صبر میکنه. این 2 بار خدابی بعدا مستقیم میره رو فکتوری ریست. فکتوری ریست رو انجام میده. مستقیم بیامد رو فکتوری ریست. فکتوری ریست رو هم اوکی دادیم. خب کار ما بسته کردن گوشی خلاصه. گوشی را نالک بسته میکنه. صبر کنید 2 خدابی رد شه. گوشی نالک رود شد. شروع میکنم به بسته کردن از دست نه ما اول تست نزن کوکو 50 تو ماسک تیزاب داره. یعنی گوشی رود میشه. رود شد. بعدا گوشی ما این بسته کنیم. سلام علیکم. ببینم وقتی که صفحه خور بیاره اینجا مجلس که کروک هست. درسته؟ این مجلس که کروک پاک میکنه. مجلس که 23 صفر نصب میکنه. ما 5 سال بخونی خوبه. مجلس که 23 صفر نصب کردیم. بعدا این مجلس که 23 صفر بالیا هنه اینجا روت شده. درسته؟ میگه اینستال بکنیم. ما میگم نه هنه روت شده دیگه خلاص. یکی روت. بعدا ما میرن تی زیتیری اکس. ما بگفتم از اول تا آخر گوشی وایفا داده باشه. از اول تا آخر گوشی وایفا داده باشه. این روت اینه باینری 6 بلیا باینری 6 باینری 6 دارو رپیار هرچی دل ماماس کره. خب گوشی های مثلا 6 نه اونا ساخت امریکا. بعدن اف مثال. بله 34 بعدن اینجا رپیار
اونا کره شمالیه. یعنی هم روت اوکی داده. همونا دیگه تقریبا مشابه هم دیگه هرن. بله بله نه نه جنس از اونو از آمریکا هم بیتره. من اینجا سه کنم زیتری اکس باینری 612 یم روت. نه اینا به سایت نشون میده. رپیر روت گوشی وایفا داشته باشه که باز رو صفحه آبی نره، رو بوت نره. جیمیل مگر بایپاس کن. جیمیل باید خارج. صحیح. خارج بدانی باید دوباره بسازی نه. دیگه ای تو از بایپاس میشه فلش نخوره بیتره بفهمید. اینجا رپیر روت همه کلن رپیر آیمیا اوکی دا. رپیر آیمیا اوکی دا. درسته اونه. این بعد از دوری گرفتیم که در فایل. این فایلر بعد از رفتن شما آنه اینجا دوتا خدوبی میفته بازم صبر میکنه. دوتا خدوبی میفته صبر میکنیم، نگران نمیشیم. ایرور ودمتا بود که رد شد برفت. انا سریال تی زیتری اکسر نگاه کنیم 6 تا 7 تا. خب انا باید داخل گوشی هم 6 تا 7 باشه. اولین فایل روت که در جهان به غیر از DFT پرو ساخت از طرف ما بود. همچی هم 6 تا 7 سریال درسته.